بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما را با مشروع خبرهای نیمروزی همراهی می‌فرمایید. مرحله اصلی رزمایش هجومی نیروی دریایی سپاه اقتدار پیام اعظم 19 با شلیک همزمان 30 موشک کروز در پهنه خلیج فارس اجرا شد. ناوهای محافظ کلاس شهید سلیمانی با پوشش پدافند هوایی برای شناورهای تندرو مانع حمله هوایی دشمن به شناورهای موشک انداز شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از رونمایی شناورهای موشک انداز ضد ناوشکن با سرعتی بیش از 210 کیلومتر در آینده نزدیک خبر داد. شلیک موشک پدافندی نواب از ناو راهبردی شهید سلیمانی به سوی پرنده دشمن. پهنه گسترده و نیلگون خلیج فارس امروز هم آوردگاه دریادلان نیروی دریایی سپاه بود. جزیره فارسی یکی از کانونهای ویژه رزمایش در روز پایانی است. شلیک موشک‌های ساحلی، موشک‌های دریایی، پهبادی و دفاع همه جانبه از جزایر را با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز کنید. انهدام اهداف دشمن امروز در نزدیکی جزیره فارسی، جزیره اقتدار با اقتدار کامل انجام شد. تکاپوی پیروزمندانه پدافند هوایی و سرنگونی پرنده‌های دشمن با موشک‌های کوثر 222 نمای دیگر رزمایش بود. موشک‌های چشمدار هوشمند قائم و الماس هم از پهپادهای نوین مهاجر 6 و ابابیل 5 جنگ افزارهای جنگ الکترونیکی شلیک شدند. هوش مصنوعی یعنی میتواند اهدافی رو در سطح چک پوینت کنه و اهدافی رو در ارتفاع در واقع بتونه پونتش عوض کنه و ارتفاع بگیره بیاد پایین و دقیقاً میاد زیر 1 متر و هدف مورد هدف قرار میده. دقت هدف زنیشون رو بالا بردیم. مقابله با جنگ الکترونیک در موشک ها ما تو این در واقع رزمایش و امروز ما استفاده کردیم. برای تکمیل چرخه دفاع و تهاجم موشکی شناورهای ذوالفقار، صیاد و عاشورا آرایش عملیاتی دارند. در ادامه موشک‌های کروز و بالستیک ساحل به دریا اهداف خود را منهدم کردند. گروه‌های مقاومت حماس و جهاد زنده و مقتدر همچنان در حال صحنه‌گردانی غزه. نیروهای ویژه قسام امروز در حاشیه دومین مرحله از تبادل اسرا در قامت یک ارتش فاتح و پیروز با استقبال مردم مظلوم و مقاوم غزه در خیابان‌های این شهر رژه اقتدار رفتند. نیروهای حماس همچنین با نظارت بر کار بازرسان صلیب سرخ 4 نفر از نظامیان زن صهیونیست را در قبال آزادی 200 اسیر فلسطینی تحویل دادند. این یک دیگر از مفاد آتش‌بسی است که صهیونیست‌ها بعد از 470 روز مجبور شدند به آن تن بدهند. ده نابودیش را داده بودند. ما یک هدف داریم و آن از بین بردن حماس است. بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی غزه در این مرحله قرار است 4 نظامی زن اسرائیلی تحویل صهیونیست‌ها و در مقابل 200 اسیر فلسطینی آزاد شوند. طبق آنچه توافق شده از میان اسرایی که قرار است امروز آزاد شوند 120 اسیر فلسطینی با حکم حبس ابد و 80 اسیر فلسطینی دیگر محکومیت‌های طولانی مدت دارند. قرار است تا پایان هر 3 مرحله توافق آتش‌بس که هر کدام 42 روز به طول می‌انجامد در ازای آزادی 33 اسیر صهیونیست 2000 اسیر فلسطینی آزاد شوند. شبکه CNN گزارش داده با پیشبینی بارش باران روزنه‌هایی از امید برای پایان آتش‌سوزی جنگلی آمریکا بعد از 2 هفته گشوده شد. آتش در برخی مناطق لس آنجلس همچنان روشن است.
تاکنون دست کم 28 نفر جان خود را از دست دادند. 16,000 خانه هم در کالیفرنیا تخریب شده. آتش از سه‌شنبه 2 هفته پیش آغاز شده و ساکنان کالیفرنیا انتقادهای زیادی را از آماده نبودن آتش نشانی و شهرداری لس آنجلس برای مهار آتش مطرح کردند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازدید از مناطق حادثه دیده به پاسیفیک پالیسیدز در کالیفرنیا رفته. مروری هم داشته باشیم بر چند خبر کوتاه خارجی. کریستوفر ناینهام، معاون بزرگترین سازمان ضد جنگ اروپا و سازمان دهندگان اصلی تظاهرات علیه نسل‌کشی فلسطینی‌ها در 15 ماه اخیر در انگلیس میگوید پلیس او را در راهپیمایی مسالمت‌آمیز حمایت از حقوق فلسطینیان با خشونت بازداشت و 19 ساعت در سلول حبس کرده. پلیس انگلیس پیش از این هم اقدامی مشابه را علیه بن جمال، مدیر ائتلاف همبستگی با فلسطین، انجام داده بود. جرمی کوربین و جان مکدانل، نمایندگان مستقل مجلس انگلیس هم که در این تجمع شرکت کرده بودند، از مخالفان این تظاهرات بودند. واشنگتن شاهد تظاهرات هزاران آمریکایی ضد سقط جنین. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، حاضران در این تظاهرات با در دست داشتن پارچه نوشته و سر دادن شعار مخالفت خود را با سقط جنین اعلام کردند. طبق اعلام فعالان مدافع حق سقط جنین، بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، تقاضا برای قرص‌های سقط جنین و پرسجو درباره نحوه تهیه آنها در ایالات متحده افزایش چشمگیری داشته. یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز که از مبدأ لاگوس در نیجریه به مقصد فرودگاه بین‌المللی دالاس در واشنگتن حرکت کرده بود، به دلیل تکانه‌های شدید مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مبدأ شد. 6 نفر در این پرواز مصدوم و به بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه منتقل شدند. معاون وزیر امور خارجه امارات شامگاه جمعه از بازگشایی مجدد سفارت امارات در لبنان خبر داد. سفارت امارات اواخر سال 2021 به دنبال صحبت‌های وزیر اطلاع رسانی وقت لبنان بسته شد. جورج قرداهی در صحبت‌هایش حمله ائتلاف سعودی به یمن را تجاوز خواند و گفت این جنگ بیهوده است و باید متوقف شود. و عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته امور اسرای جنبش انصارالله یمن از اقدام یکجانبه برای آزادی 10 اسیر متعلق به دولت مستعفی یمن خبر داده. خدمه کشتی باری گلکسی لیدر جزء این اسرای آزاد شده بودند. آوریل 2023 بود که طرفین معامله تبادل اسرا برای آزادی 900 اسیر با میانجیگری کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل را بعد از مذاکرات دوجانبه در سوئیس امضا کردند.